کمیته امنیت ملی قزاقستان خبر داد که از فعالیت یک گروه فرامیلی قاچاقبر که به طور منتظم به قاچاق مواد مخدر از افغانستان به قزاقستان مشغول بود پیشگیری و رهبر این شبکه را دستگیر کرده است. در نتیجه عملیات مخصوص بین المللی روز 15 ایون سال 2021 در شهر المتا هنگام انتقال 25 کیلو مواد مخدر سخت تاثیر تشکیل کننده این مسیر قاچاق مواد مخدر که از جانب فسب روسیه برای صادر کردن این جنایت در روسیه جستجو میشد دستگیر شد. برای فرار از جوابگری جنایتی این نفر شناسنامه قلبکی جمهوری تاجیکستان را استفاده میبرد. شریک او شهروند قزاقستان نیز دستگیر شد. گفته می شود در اطلاعیه کمیته امنیت ملی قزاقستان تفصیلات دیگری بازداشت این نرکبران آورده نشده است، ولی گفته می شود که به ضد او بر اساس دو ماده کودکس جنایتی قزاقستان 286 قسم 4 و 297 قسم 3 با اتهام معاملات غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق پرونده جنایتی گشودند. جستجوی شریکان دیگر آنها ادامه دارد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد. به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. هر سال در روسیه تقریباً 8000 شهروند تاجیکستان در بازداشت یا زندان قرار دارند. تقریباً 30% آنها بنا به حسابها با جرم قاچاق مواد مخدر پشت پنجره افتادند. اخیراً ویدیوی بازداشت دو جوان تاجیک سالهای تولدشان 1994 و 2000 با 720 گرم مواد مخدر در شهرک کراسنویارسک روسیه نشر شد. به آنها تا 20 سال زندان تهدید میکند.